رؤیت این دیدار پروردگار، دیدار بیچون و بیچاره پروردگار خداوند یگانه حق است برای اهل جنت. چون که ما اعتقاد داریم امروز که خداوند موجود است و بدون جهت است، بدون یعنی کیفیت و جهت و بدون یگام بگه مواجهت است. همون گونه خدا اعتقاد ما است که در جنت خداوند را بدون جهت دیده می شود. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لله تعالى. این درس ششم از سلسله درس دروسی متن عقیده طحاوی است و رسیدیم تا قول مؤلف و رؤیت حق. انشاءالله از همینجا دوام میدیم. الشیخ طحاوی رحمه الله میفرمایند و رؤیت حق لأهل الجنه بغیر احاطه ولا کیفیه. خب رؤیت این دیدار پروردگار، دیدار بیچون و بیچاره پروردگار خداوند یگانه حق است برای اهل جنت که جنتی ها خدا را میبینند بدون احاطه و نه بدون کیفیت. یعنی چگونه؟ یعنی مؤمن ها، مسلمان ها، یعنی اهل جنت خداوند متعال را در آخرت، یعنی در جنت بدون اینکه احاطه شوند به خداوند میبینند. چون که احاطه در حق خداوند این مستحیل است. یعنی واجب است که بر همین ما ایمان داشته باشیم. چون که احاطه خب برای مخلوق است که مخلوق یک چیز میبیند در احاطه یک چیز یا که در یک طرف یک جهت. اما عقیده معتزله ها و فلاسفه بگیم مشبهه ها اونا خلاف کردن اهل سنت را. چون که اونا نفی کردن افن، یعنی معتزله و فلاسفه اونا نفی کردن رؤیت خداوند را در آخرت. چون اونا گفت یعنی حجت، خصوصا معتزله ها گفتن که اگر خداوند را دیده شود، یعنی لازمش این است که باید بگیم که خداوند مشابهت با خلقش باشد. برای که اونا گفتن هر چی را که دیده میشد او باید در یک جهت باشد. همین عقیده را مشابه هم دارد مثل معتزله ها. میگن هر چیزی که دیده میشد باید یک جهت باید باشد. برای همین معتزله ها خب همین عقیده را دارن که یعنی چیزی که دیده میشود باید جهت داشته باشد. برای میگه خداوند را دیده نمیشود در آخرت. چون که اگر تو ببینیش باید در یک جهت ببینیش. وقتی در جهت دیدی بگو که تو خداوند را مشابه به خلقش کردگی. این عقیده معتزله است. لیکن ما میگیم اهل سنت و جماعت که میگیم این مشابهت و این جهت این نسبت به مخلوق است. این چیز مسلم است. یعنی ما به این تسلیم میشیم، این چیز صحیح قبول است. اما به نسبت به خداوند این غیر مسلم است. خب یعنی چگونه که ما علم داریم، یعنی ما اعتقاد داریم که خداوند موجود است و بدون جهت است، بدون کیفیت است، یعنی بدون یگم احاطه است، بدون یگم ناحیه بالا و پایان و بگیم پیش عقب، بدون این جهت ها که هست حاضر ما هم عقیده را داریم. همین گونه عقیده ما است برای دیدار خداوند در جنت ان شاء الله. یعنی یگم فرقیت نداره چگونه که به خداوند رو به جهت و به طرف و به کیفیت و اعتقاد داریم بدون یگم یعنی جهت. همین گونه اعتقاد است که خداوند در جنت دیده می شود. خب یعنی این واجب نیست عقلا که مؤمن یعنی مسلمان باید خداوند را مثل مخلوق ببیند در مسئله جهت. برای که مخلوق یعنی مؤمن مسلمان مخلوق در جهت می‌بیند. اما این در عقل واجب نیست که این گونه حتما باید چیزی که دیده میشود باید یعنی خداوند را دیدار خداوند باید در جهت باشد. این خیلی نیست. مفهوم؟ در عقل این چیز واجب نیست. چون که ما اعتقاد داریم امروز که خداوند موجود است و بدون جهت است، بدون یعنی کیفیت و جهت و بدون یگم بگه مواجهت است. همون گونه خدا اعتقاد ما است که در جنت خداوند را بدون جهت دیده می شود. این در یگم طرف بگیم دیده نمی شود. یعنی احاطه، علم ما احاطه بر وجود خدا ندارد. خب بعدا شیخ طحاوی میگه کما نطق به کتاب ربنا، چگونه که خداوند در قرآن آورده است که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. یعنی این وجوه مراد از وجوه اینجا مؤمن مسلمانایی که خداوند را امروز یعنی وجوه ها روحاش نورانی هستند الی ربها ناظره، پروردگار را میبینند.
یعنی اهل سنت و جماعت رؤیت خداوند را، دیدار خداوند را با چشم سر برای مؤمنان در آخرت که در جنت داخل میشوند، این عقلا جایز است، هم عقلا هم سمعا. یعنی با دلیل قطعی عقلی و با دلیل سمعی ثابت دلیل داریم که خداوند را در جنت دیده می شود، با چشم سر نمی شود. خب دلیل همین وجوه یومئذ ناظره، چه که متحوی دلیل آوردند الی ربها ناظره، معناش این که خداوند را در او روز دیده می شود. وجوه گفتیم اینجا معناش همون مؤمنین است. وجوه ای مؤمنایی که امروز روحاشون نورانی هستند، الی ربها ناظره، پروردگارشون میبینند. خب اما حدیث هایی که ثابت هستند در مسئله دیدار خداوند، این مسئله تحدید وقت دیدن خداوند و تفصیل دیدار خداوند در کدام وقت دیده می شود، خب یعنی این حدیث ها میگیم که الله علم صحت حدیث ندارد. مثلا حدیث اومده که بعضی علما میگن در اسناد ضعیف است، مثلا که مثلا مقربین خداوند رو میبینند غروب و عشی، اومده است که سحر رو بیگم میبینند، اما غیرشون میگن فقط در روز جمعه میبینند. خلاص بعضی حدیث ها اومدگی است، اگر مثلا بعضی محدثین میگن که این حدیث ها سندشون ضعیف است، خلاص حدیث اومدگی است، لیکن دیدار پروردگار وقتی محدد تحدید وقت و تفصیلا وقتی وای ندارد که باید حتما در آن وقت دیده شود. و تفسیره على ما اراد الله تعالی و علمه. اما امام طحاوی میگه تفسیر همین آیه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره میگه بر اون چیزی که خداوند اراده پروردگار است و علم خدا است. این خدا خودش میدونه معناش چی است، یعنی بنابر حسب اون چیزی که خداوند میدوند ایرا و این چیز را اراده کرده است در ازل. این معنای کلام همین امام طحاوی همین است که معنای این آیت اصلیش فقط خدا خودش میداند چگونه دیده میشود پروردگار. بعد امام طحاوی میگه و كل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما اراد. و اون چیزی که میگه ما جاء في ذلك در این مسئله رؤیت پروردگار اومده باشد از من الحديث صحیح، از حدیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فهو كما قال، پس میگن حدیث ها چگونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن همون گونه است، یعنی صحیح هستند، درست هستند. و معناه علی ما اراد، و معناش بعد اون چیزی که خدا و رسولش خواسته باشد. یعنی هر اون چیزی که در حدیثی که ثابت شده است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحیح هستند اومدن، پس اون بنابر حسب اون چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اراده کردند و گفتند، یعنی بنابر همون علم و اراده همون رسول اکرم بودند. اما مشبهه اونا حتما اونا با یکم کیفیت و جهت خود را باید میگن ببینیم. آخر اگر چند اینا در لفظ میگن بلا کیفیت میگن، لیکن در حقیقت اعتقاد کیفیت اینو دارن. همین مشبهه امروزه ما میگن بلا کیف، لیکن در حقیقت اگر بگیم اعتقاد دارن، همون والیاذ بالله اعتقاد دارن که چگونه دیده میشود. باور کنید برای که اونا برای خداوند جهت اثبات میکنن. آخه هم مشبهه مجسمه امروز برای خداوند جهت اثبات میکنن، برای همین جهت اثبات کنن این یک کیفیتی در اعتقاد اونها هست. پس رؤیت خداوند در نزد این مشبهه باید که یک کیفیتی مقابله داشته باشد. مفهوم؟ این در مقابل، یعنی چون که دیدار وقتی ما چیزا میبینیم این در مقابلی همون میستیم میبینیم، همین گونه اونا میگن که انا میخواد در مقابل خدا میستیم میبینیم، میگن خیلی برای خداوند جهت قائل هستند. و دلیل میگن از حدیثی که امام مسلم روایت کرده است، اما انکم و رسول اکرم گفتند اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته. حدیث طولانی است. یعنی که شما سترون ربکم، شما خود نزدیک است که خدا پروردگارتون رو میبینید، همون گونه که شما قمر رو یعنی ماهتاب رو میبینید، لا تضامون فی رؤیته، و در دیدار ماهتاب شبهه ندارید. خب اینا گفتن همین حدیث دلیل گرفتن و حدیث معنا کردن، گفتن که شما خدا را میبینید، گویا که پیغمبر گفته باشد که شما خداوند را میبینید، همچون مواجهه مقابله، چیلی که قمر یعنی ماهتاب را در مقابله میبینید. مثلا اگر ما ماهتاب نگاه کنیم، خیلی ما در یک جهت ماهتاب را میبینیم،
این مشابهه گفتن همین خیلی که در محتوج خیلی پیغمبر یعنی تشبیه کردن گویا که رؤیت خداوند رو با رؤیت محتاب با دیدار محتاب همین گونه میگه خدا رو باید ببینیم، یعنی در یک جهت. این اون تعویل و تفسیر بگم تعویل حدیثی، همین حدیثه نزدیک همون مشابهه همین خیلی گونه تفسیر کردگیان. اما اهل سنت و جماعت جواب میگن که برای مشابهه ها میگیم که خب این تشبیهی که شما در اینجا آوردید وارد کردید این غیر اون معنی است که شما دعوا میکنید. اون معنی که شما دعوا دارید اون معنی نیست، چون که بنده ها خداوند را میبینند و در دیدار خداوند هیچ شبهه ندارند، همون گونه که در دیدار محتاب شب قدر شب 14 بگیم شب ماه 14 شبهه ندارند. وقتی که مثلا آفتاب محتاب وقتی که در شب نصف ماه باشد شب 14 میگن چگونه زیبا است. اگر آسمان صاف باشد محتاب ما میبینیم، یعنی در دیدار محتاب ما شبهه نداریم که همین محتاب است. خیلی هیچ کس شبهه نمیکند که این غیر محتاب باشد، همه میگن محتاب است. همین گونه اهل سنت گفتن معنی این حدیث این است که همین گونه که ما در دیدار محتاب شبهه نداریم، شک شبهه نداریم، همین گونه در دیدار خداوند روز قیامت شک شبهه نداریم، یعنی حقیقتا خدا رو میبینیم. این است معنی این حدیث. چون که اهل سنت الحمدلله این حدیث این گونه تعبیر و تفسیر کردن. میتوانید کسایی که مثلا یعنی دعوا دارن و محدث هستن خودشون هم محدث میشمونن و نمیدونم دعوا حدیث میکنن، حدیث میخونن، خب اونو برام ببینن در شروع این حدیث که شارح های اهل سنت چی میگن در این حدیث. خلاص میگیم که رؤیت خداوند اون حدیث دلیل نمیشه که گویا که خداوند در جهت دیده میشه. میگیم نه، این حدیث به این معنی که شما در دیدار خداوند شک نمیکنید، شبهه نمیکنید روز در جنت. این معنی حدیث، نه اینکه در جهت خدا رو دیده شود در یک طرف. بعدا امام طحاوی خب دوام سخنش در دیدار خداوند میگه لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا ولا متوهمین باهوائنا، یعنی ما داخل نمیشیم در این مسئله، در مسئله دیدن خداوند رؤیت پروردگار تعبیر کنیم بر رأی و امو فکر اندیشه خودمون، ولا متوهمین باهواء، و همچنین وهم و امو اوهام خودمون ما خداوند رو تصور کردن نمیتونیم. یعنی مؤمن مسلمان در این مسئله تعبیر نمیکند بر رأی و اندیشه خودش، همچون تعبیری بدون دلیل عقلی قطعی و دلیل سمعی که ثابت باشد. یعنی بدون دلیل عقلی یا که دلیل قطعی اهل سنت مثلا حق نداره تعبیر کند هر گونه که با فکر و اندیشه خودش باشد، مثل تعبیر معتزله ها که معتزله ها آیات هم خونه ذکر کردن که خداوند رو گذاشتیم مخیم تفسیر آیات رو. خب کی گفتن نمیبینیم، گفتن خلاص و انه لا يدخل عفوا. خلاص همچنین در مسئله دیدار خداوند همچون تصور با وهمون نمیکنیم، اما گونه که معتزله گفتن که یعنی نفی کردن رؤیت خداوند را و اون آیات رو تحریف کردن. و همچنین عقیده مشابهه که دارن اونا رؤیت همچون کیفیت قائل هستن، در لفظ گفتیم که میگن بلا کیف، لیکن در حقیقت اعتقادشون همون هست. اونا اثبات کردن برای خداوند جهت را. برای همین وقتی که اونا در این دنیا برای خداوند جهت که اثبات میکنن برای پروردگار، پس ضرورت همین است که برای خداوند در همون جنت هم بگیم در قیامت هم برای خداوند جهت باید اثبات کنن. همین مشابهه عادتش همین است. همین خیلی که در دنیا خداوند رو همون گونه اعتقاد میکنن، همون گونه در جنت هم خیلی اعتقاد دارن که هم خیلی میبینیمش در یک طرف و در یک چیز. اما اهل سنت و جماعت میگن که یعنی اهل سنت و جماعت میگن این عقل بنده و آرای بنده بسیار دور است از این مسئله. یعنی اهل سنت اعتقاد دارن که ما اعتقاد داریم که خداوند رو دیده میشود بدون مقابلت، بدون مدابرت، یعنی نه در پیش میبینیمش نه در عقب و بدون اینکه همون بیننده در یک جهت از خداوند باشد، در طرف راست خدا باشد یا در طرف چپش یا در طرف بالاش یا طرف پایانش یا در پیش نه در پس خدا یا در پیش خدا. این گونه اعتقاد ما نداریم. ما خداوند رو میبینیم، دیدار خداوند حق است اما بلا کیفیتی که ما امروز میگیم بلا کیفیت، یعنی برای خداوند قائل نیستیم جهت و مقابلت.
یعنی معنای سخن امام طحاوی معنا ندارد که امام طحاوی رد کرده باشد تعبیل اهل سنت، تعبیل اجمالی که تعبیل تفصیلی را برای آیات‌های صفات، این آیات‌های متشابه و حدیث‌های متشابه. چون در آن ان شاء الله میگذاریم در آیات‌های متشابه و احادیث متشابه حتما باید تعبیل کرده شود، وگرنه کسی که تعبیل قبول نکند این عیناً بگیم مشابه و مجسمه میشود. آخه این بعد خلاف آیات لیس کمثله شیء میشود. مفهوم؟ طيب فإنه ما سلم، خب امام طحاوی میگه فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. امام طحاوی میگه پس این سالم نمیماند، فإنه ما سلم في دين، سالم نمیماند در دینش مؤمنه که اگر خداوند سالم اگر تسلیم نشود در مقابل خداوند عز وجل و در مقابل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ورد علم ما اشتبه، و رد کند علمی اون اعتقادی که اون دارد بر اون چیزی که او شبهه میکند الى عالمه، به سوی عالم همون علم. یعنی اگر شبهه کرد باید که برات از عالم پرسد، آخر خودش نشینه فکر نکند که چگونه میبینیم ما را، چه خیلی باید خدا رو ببینیم، اینا ما حق نداریم، میریم از علما میپرسیم. یعنی سالم بودن مسلمان در تسلیم خدا و رسولش، این اعتقادی که یعنی باید اعتقاد داشته باشد که اون چیزی که از جانب خدا و رسول اومده است در شریعت از امور دین، پس او بنابر همون حسب اراده پروردگار و رسول اکرمش است که مبنی بر توهم و تصور بنده است. که این مبنی بر توهم و تصور گفتیم، این توهم و تصور بنده که این معتمد بر رأی این همون فکر بنده است. خب یعنی ما همه را به سوی خدا و رسولش میسپاریم، چیزی که از جانب خدا آمده از آیات و از حدیث رسول. پس معتزله خب یعنی همون چیزی که رأی و اندیشه که گفتن که خدا رو دیده نمیشد، پس همون را اصل قرار دادن برای خودشان. اما مشابه هم رجوع کردن به سوی اون چیزی که اونا یعنی تألیف میاد بین مخلوق و بین خالق، یعنی اونا در همون فتنه غلطیدند و از خداوند را ولی بالله قیاس کردن بر خلقش. پس گفتن که یعنی چیزی یعنی دیده نمیشود چیز را مگر در یک جهت، در مسئله دیدن همین گونه میگه خدا را دیده میشود حتما در یک جهت. هر دو این مذهب باطل است. آخر اونا هم خیلی اعتقاد، هم خیلی دلیل دارن که میگه تو چه خیلی چیزی که میبینیش او جهت نداره، همین خیلی میگن مشابهه، میگن همین گونه‌ای که دیدن ما برای یک چیز جهت دارد، میگن همین گونه دیدار خداوندم او جهت دارد. میگن این عقیده باطل اونا هستند. طيب یعنی برای همین کسی که بر اون شبهه پیش بیاد در اعتقادش، پس اموری که تعلق بر آخرت دارد و غیر آخرت نیست دیدار خداوند، پس به سوی اهل علم برد. واسألوا اهل العلم ان کنتم لا تعلمون او اهل الذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل علم پرسید، اونایی که اهل علم که راسخون فی علم هستند، اون علماء هستند که اونا مکمل هستند در علمشون، متمکن هستند در علمشون، مثل حضرت ابن عباس رضی الله عنهما. مفهوم؟ طيب ولا تثبت قدم في الاسلام الا على ظهر التسلیم والاستسلام. ماشاءالله این سخن امام طحاوی میگه ثابت نمیماند قدم در اسلام، یعنی در اعتقادش درست نمیشه در اسلام مگر اینکه علی ظهر تسلیم و استسلام، اگر بر راه و روش تسلیم شود و استسلام یعنی خوشه انقیاد برای شرایع خداوند. یعنی مراد تسلیم به معنی که یعنی راضی شدن بر اون چیزی که از جانب خداوند آمده است. یعنی کدام حالت انسان قدمش ثابت در اسلام میماند؟ اگر بر ظهر تسلیم، یعنی که تسلیم شود بر راضی شود بر اون چیزی که از جانب خدا و رسولش اومده. اما استسلام معناش انقیاد، یعنی قبول کردن اون چیزی که در عقیده وارد میشود و در احکام از جانب خداوند، اینو میگن استسلام. انقیاد یعنی قبول کردن اون، انقیاد به معنی قبول کردن اون چیزی که در اون چیز از عقاید و احکام از جانب خدا و رسولش اومده. پس صحیح نمیشه ثابت موندن در اسلام مگر کسی که سالم یعنی خودش در برای خدا و رسول بسپارد و اعتراض نکند و خداوند را
وصف با اون چیزی که لایق نیست وصف نکند. یعنی مقصد خداوند رو بر جهت و جسم و طرف اون چیزا نکند. بعدا امام طحاوی میگه فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسلیم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحید. میگه کسی که من رام، یعنی کسی که اگر طلب کند علم آن چیزی رو که اون چیز حضر عنه او از اون چیز از اون علم او ممنوع است او را دونستنش، این حق ندارد که مسلمان اون چیزا باید بداند. مثلا اگر قانع نشود به سبب تسلیم شدن، یعنی تسلیم نیاید، مثلا مثل روح، ما مثلا این چیز ممنوع است بپرسیم کوشور کنیم که روح بنده چگونه است، در کجا است، این چیزا ما حق نداریم کوشور کنیم. مفهوم؟ مثل این چیزا باید که ما تسلیم شویم. روح از جانب خداوند حق است، تمام وجود دارد دیگه، تمام دیگه کوشور کردن در کار نیست. پس برای میگه ولم یقنع، قانع نمیشود با تسلیم شدنش، فهمش همون. پس میگه این خیلی نشونه خب حجبه مرامه، پس این مرامش یعنی طلب او را پوشیده است از خالص توحید. اینه گویا که توحیدش یعنی در مسئله شناخت خداوند اون ضعیف است. و صافی المعرفه، و معرفت صاف، شناخت پاک صاف در حق خداوند اون محروم می شود. و صحیح الایمان، و همچنین اون از ایمان که سالم صحیح بودنش یعنی شبهه است در اون انسان که ایمان صحیح نیست. فیتذبذب بین الکفر والایمان والتصدیق والتکذیب، پس میگه این متذبذب می شود. متذبذب یعنی این دو طرفه می شود، بین کفر و ایمان و بین تصدیق و تکذیب. یعنی نه کفر، در بعضی حالات کفر اعتقاد کفری میکنن، در بعضی حالات اعتقاد ایمانی، در بعضی حالات تصدیق میکنن، در بعضی حالات تکذیب میکنن. این گونه انسان هم خیلی هستند. والاقرار والانکار، و همچنین متذبذب بین اقرار و انکار میشود. موسوسا، در وسوسه میافتد. تائها شاکا، تائه میشود یعنی بیهودگویی میکند، بیهوده در فکرش میاد، شک میکند. این گونه این مسلمان لا مؤمنا مصدقا، و اون مؤمنی که تصدیق کند این چیز را، از اون گونه مؤمنان نمیشود. ولا جاحدا مکذبا، همچنین از اون کسایی که کلا انکار کننده باشد، دروغ به شمارت دین خدا را، از اون گونه هم نیست. مقصد نه مسلمانی کامل است و نه کافری کامل، هم بین متذبذب می ایستد. کسایی که طلب کند اون علمی که از اون علم ما ممنوع است و قانع نمی شود با تسلیم شدن برای علم، پس او را فهمش حجبه مرام گفته توحید شده که فهمونیم. یعنی کسی که طلب کند دانستن اون چیزی رو که او ممنوع است، علمی دانستن همون چیز، و قانع نشود با تسلیم شدنش واسه عالمش، یعنی باید از عالمش باید بپرسد، پس مطلوب او را خداوند همچون حجاب میگرداند، یعنی پوشیده میگرداند و از خالص توحید محروم میشود. پس مضطرب میشود، یعنی مذبذب مضطرب میشود، گویا که با بعضی چیز ایمان میورد، با بعضش تصدیق میکند، همین خیلی بین با بعضی چیز رسول با بعضش کفر میورزد، با بعضش نمیورزد. خب خلاص نه مثل کافری که ملعینی که کلا رد میکند و هم نیست مؤمنی که کلا تصدیق میکند. پس او متذبذب است بین اقرار با ایمان و بین انکار ایمان. متذبذب به معنی که یعنی متذبذب به معنی بین اقرار و بین انکار، یا بین اقرار و بین تصدیق، او مثلا متذبذب است، نه این طرف میگه نه اون طرف میگیرد. موسوسا در بالا گفت یعنی وسوسه کننده. تائها عن طریق او گفت تائها شاکن، تائها به معنی که از راه حق و بیرون میشود، شاکن به معنی که یعنی شک میکند، زیغ مائل از حق به سوی باطل میشود. مفهوم؟ چون که ایمان واقعی با ایمانی که ایمان تام باشد، پرره باشد، که در اون تجزیه هم در اون باید نباشد، یعنی مقصد جزء نباشد، بعضی ایمان جزئیش درست است بعضیش درست نیست، این گونه باید نباشد. برای اما اون چیزی که تصدیق کرده شد با بعضی اون چیزی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوردند و تکذیب کنند با بعضی اون چیزی که رسول اکرم آوردند، پس این معلوم است که ایمانی او قبول نیست. این ایمان جزئی است. از حیثیت لغت اگر نگاه کنیم این مسلمان کامل نیست آخر ولی بالله. برای همین احتیاط کردن در کار.
در این مسئله. و بعد میگه ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم. میگه صحیح نمیشه، درست نمیشه ایمان به دیدار خدا به سبب رویت دیدار خداوند برای اهل دار السلام. گفته اهل دار السلام گفته همون جنت هم میگن. برای اهل جنت کسی که لمن اعتبرها، کسی که اعتبار کند همین دیدار خداوند را از همون مؤمن ها، از همون کسایی که اهل جنتی هستند، این مؤمن ها اگر با وهم و یا که تعبیر کنند با فهم خودش، مقصد اگر با وهم و فهم خودش تعبیر کنند معنای رؤیت دیدار خداوند را، پس ایمان درست نیست و از اهل دار السلام نیست، این از اهل جنت نیست. یعنی کسی اعتبار کند رؤیت خداوند را بر غیر اون وجهی که مشروع هست که گذشته ما، پس اون معتقد اهل سنت و جماعتی که ما گذاشتیم، پس او غیر مصدق است بر، یعنی گویا که تصدیق نمیکند بر اون چیزی که ما فهمیدیم قبلا. یعنی مراد لمن اعتبرها منهم بوهم، اینی مثل مشابهایی که ظاهرا میگن ما ایمان بر رؤیت خدا داریم، نه که اما در حقیقت ایمان ندارند. یعنی رؤیتی که اهل سنت و جماعت میگن اون مشابهه این رؤیت در نظر نداره. یعنی رؤیتی که میگن بلا کیفیت، لیکن در حقیقت اعتقاد دارند، میگن یک جهت باید باشد. مفهوم؟ اما قولش که او تاولها بفهم گفت امام طحاوی، مراد این تعویل میکنن به فهم خودش، مثل معتزله ها. معتزله ها در اصل انکار کردن دیدار خدا را، گفتند یعنی نفی، صراحتا نفی کردن، گفتند خدا را دیده نمی شود. و ما همین آیت قرآن الی ربها ناظره تفسیر کردن با قول و فهم خودشون که گفتند الی ربها ناظره مراد به سوی نعمت خداوند ما نگاه میکنیم، ای الی نعمت ربها ناظره، همین خیلی تفسیر کردن. مفهوم؟ خلاص این معتزله اینگونه تعبیر کردن، مشابهش اونگونه فکر کردن. دارالسلام گفتیم یک نام از جنت است. گویا خداوند این دارالسلام نام بود چون که در اونجا مسلمانایی که در اون جنت هستن، در این طبقه جنت، اون سالم هستن از تمام آفت و نقد و از تمام اون چیزی که اون را ناخوش میکنه، از همه چیز اونا سالم هستن. دارالسلام میگن اون یک از طبقه جنت را. خلاص کسی که شل امام طحاوی گفت ولا یصح الايمان بالرؤیا، صحیح نمیشه، درست نمیشد ایمان برای رؤیت پروردگار لاهل دار السلام، برای اهل دار السلام، برای یعنی مؤمنینی که در جنت هستند، اگر لمن برای کسی که اعتبرها منهم، اگر اعتبار کنند، قیاس کنند، بفهمد همون دیدار خداوند را، منهم از همون اهل یعنی جنتی ها، با وهم خودش، یا که تعبیر کند با فهم خودش. با وهم مثل مشابهه، با تعبیر مثل معتزله، که اینا هر دو عقیده، هر دو طرف که نقیض هستند با هم، خلاص اینا از اهل سنت نیستند، اونا همین گونه اعتقادی فاسد دارند. اذ كان تعبير الرؤيه، امام طحاوی میگه اذ كان تعبير الرؤيه وتعبير كل معنى يضاف الى الربوبيه بترك التاويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ما شاء الله. انا که سخن امام طحاوی میگه اذ كان، چون که میگه تعبیر رؤیت یعنی دیدار خداوند و تعبیر هر اون چیزی کل معنی، هر معنی که اضافه الی ربوبیه، اضافه به سوی ربوبیت پروردگار است، یعنی در حق خدا است، مراد از آیات متشابه یا که حدیث متشابه، پس میگه اینجا بهترش که به ترک تعویل، ما تعویل ترک کنیم، خب، و لزوم تسلیم و تسلیم چکار کنیم، یعنی تسلیم شیم در مقابل این، و علیه دین المسلمین، و بر همین چیز است دینی مسلمان ها. اینجا مراد امام طحاوی وقتی گفتن به ترک تعویل، گفتن من تعویلی که هو دور از حق و دور از صحت بودن، یعنی دور از حقیقت باشد، مراد از اون تعویل است. نه مراد اون تعویلی که اهل سنت و جماعت تعویل میکنند، مثل تعویل اجمالی و که تعویل تفصیلی، یعنی علما اهل سلف تعویل اجمالی و تعویل تفصیلی هم کردگی هستند. امام بخاری، غیر امام ابو حنیفه، علمای مشهور، امام مسلم، امام بخاری، ابن حجر، امام ابو حنیفه، امام مالک، همه اینا تعویل کردگیان. خلاص اون تعویلی که اهل سنت و جماعت میکند برای فهمیدن عوام، تعویل اجمالی و تعویل تفصیلی، مقصد ایرا امام طحاوی رد کردگی نیست. انا میای معنای سخن امام طحاوی.
اما ظاهرش اگر نگاه کنیم پس مقصد ظاهری گپ گویا که مثلا یعنی باید تعویل کرده نشود، مقصد تعویل تفصیلی. اما تعویل اجمالی پس او را هیچ که انکار نمیکند، چون که کسی نفی کند انکار کند تعویل اجمالی پس این عین تشبیه میشود، دیگه اگه چی ندارد. چون که امام طحاوی خودش در درس‌های قبلی اگر یادتون باشه گذاشتیم، خودش امام طحاوی تعبیر کردن، گفتن منه بدا بلا کیفیت قولا. همین قولش تعبیر خودش آخه منه بدا از جانب خدا همه چیز ظاهر است، بلا کیفیت قولا بدون کیفیت است از روی قول مقصد. یعنی این قول امام طحاوی منه بدا بلا کیفیت قولا این خودش تعبیر است. در مسئله قرآن اگر یادتون باشه امام طحاوی گفته بود و ان القرآن کلام الله منه بدا بلا کیفیت قولا. یعنی تو باشد یعنی از جانب خداوند این قرآن همچون تلفظاً این مقصد بدا این ظاهر شد، یعنی بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد قرآن. مراد از کلمه بدا یعنی از جانب خداوند یعنی تلفظ نشد، یعنی مثلا لفظ نبرآمد از جانب خداوند، چون کلام از بنده میبراید. منه بدا دیتون باشد گفتیم بدا ای یعنی سخن گفت بدلیلی که بلا کیفیت، یعنی منه بدا قرآن از جانب خداوند بلا کیفیت، این قولا یعنی که بلا کیفیت مقصد نه حرف و نه صوت و نه این بگیم لغت بود، چون که حرف و صوت و لغت اینا کیفیت هستند از کیفیت بشریت. همین معنای سخن امام طحاوی در همون درسی که مثلا قرآن بود همین خودش یک نوع عینی تعویل است آخر. مفهوم؟ طيب در همین جا ان شاء الله توقف میکنیم. این درس ششم بود از عقیده امام طحاوی و رسیدیم تا قول امام طحاوی ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يثبت التنزيح. از همین جا ان شاء الله شروع میکنیم درسی هفتم ان شاء الله. طيب بارك الله فيكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.